این قصه مسلمان را باز هم ایمانش را مستحکم میکند. دوره های پیامبری الله صلی الله علیه و سلم بود. یک کمپیر هر روز به کودکان تنگه میداد و به آنها نصیحت میکرد. میگفت یک شخص پیدا شده است نامش محمد صلی الله علیه و سلم. او خودش را پیامبری الله می حسابد، اما اون شیطان است، آن دروغگو است. میخواهم که او را سنگسار کنید. هر روز به کودکان تنگه میداد که پیامبری الله صلی الله علیه و سلم را سنگسار کنند. یک روز این کمپیر به بازار خریدکنی رفت و خیلی بار زیادی را خرید اما برده نمیتواند. و در آنجا یک جوان بود، خیلی زیبا بود و به نزد این کمپیر آمد. گفت السلام علیکم. و این کمپیر از دیدن این جوان قریب از هوش می رفت. گفت تو کی هستی؟ اینقدر چهره نورانی و چهره زیبایی داری؟ و این جوان گفت ماما جان به شما کمک لازم است. و این کمپیر در حیرت ماند و بارها را گرفتند و رفتند و این کمپیر را تا خانه اش برد. و این کمپیر به این جوان گفت برای این خدمتی نکرد من به تو یک نصیحت میکنم. به خاطر زبان شیرینت، به خاطر این قدر غمخواریت به تو یک نصیحت میکنم. گفت یک جوان پیدا شده است، نام او محمد است. او خودش را پیامبری الله می حسابد، اما او شیطان است، او دروغگو است. من از تو میخواهم که هیچگاه دین او را قبول نکن، زیرا اون شیطانی دروغگو است. و این جوان یک به چهره کمپیر نگاه کرد و گفت همان محمدی که تو دیوانه می حسابی، تو شیطان می حسابی، من هستم. و این کمپیر از شنیدن این سخن خودش را در پیش پای پیامبری الله صلی الله علیه و سلم پرتافت و نالید. گفت قسم بلا تو ذات، تو پیامبری الله هستی و دین تو حق است. و پیامبری الله صلی الله علیه و سلم گفت این دین ما چنان دینی هست که به هیچ کسی ضرر نمی رساند. دینی پاک و دینی برحق و دین غمخوار است. ببینید برادران عزیز، دین ما چنان دینی هست که به هیچ کسی ضرر نمی رساند.